ارز مال دولته و قیمت ارزم در اختیار دولته. بنابراین ما مالک ارز هستیم. ما میتونیم قیمت دلار رو پایین‌تر بیاریم همین الان. بنابراین ما مالک ارز هستیم، اما بر مبنای احتیاط آینده بلند مدت هست که قدم به قدم ما گام برمی‌داریم. ولی قیمت دلار پایین‌تر از این حدی است که امروز در بازار هست. اگر الان من رئیس بانک مرکزی بگم مثل پارسال شهریور عمل کن، شما بدونید در عرض 2 هفته قیمت ارز میفته به قیمت پارسال. ارز مال دولته و قیمت ارزم در اختیار دولت. تورم ایجاد کنندش و عامل اصلیش دولت داره این تورم ایجاد میکنه و بعد گناه رو میندازن گردن تولید کننده و کسبه و مسائل دیگه و تازه شب طرف میخوابه صبح تورم ایجاد شده، بعد قیمت یه چیزی بالا، ماشین مثلا یا دکانی یا جنسی بالا رفته، از همین تورم هم دولت دوباره میاد مالیات میگیره.